ذهن رو آروم کردین، بدن رو آروم کردین، وضعیتی رو تجربه میکنین که جریان‌های انرژی در کل بدن تغییر میکنه. این پر کانال انرژی بدن. ما یه جاهای بلاکج داریم، بلاک شده، قفله. نمیدونیم، ما خودمون نمیدونیم الان یه سری از این حوزه های انرژی، کانال های انرژیمون بلاک، قفل شده. ترم 3 راجع به این صحبت میکنیم که چگونه هرس خوردن، حال بد، افکار منفی میتونه انرژی رو توی این مریدین ها، نادی ها و چاکراها بلاک کنه، قفل کنه. این همون دقیقه مشکلی به وجود نمیاره، ولی ممکنه یه ماه بعد، یه سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد به شکل یک بیماری جسمانی نمود پیدا کنه. مکانیزمی وجود داره، انرژی قفل میشن یهو. و وقتی که این حالت پیش میاد، وقتیه که جریان انرژی تغییر میکنه در بدن، یه سری از این بلاک ها، یه سری از این قفلا میپاشن بیرون. معمولاً با عکس العمل های جسمانی همراهه، مثل عکس العمل جسمانی که شما داشتین، مثل عکس العمل جسمانی که الان شما داشتین. این اتفاق بدی نیست، یه فشاری تخلیه میشه، آن استرسینگه.